سلام دوستای گلم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. این سری میخوام بهتون کنتاکتور آموزش بدم، روش روشن خاموش کردن و سیم کشی و تمام این اعدادی که روش نوشته اینا رو با هم مرور کنیم. این یه نمونه کنتاکتور زیمنسه، اینم یه نمونه کنتاکتور تلمکانیکه. کنتاکتورها هیچ فرقی با هم نمیکنه تو عمل کردشون و شاید لحاظ شکل و ظاهر یکم متفاوت باشن. اینم یه فیوز مینیاتوریه. بعد خدمت کنم اینم تیغه کمکیشه که بعدم بهتون میخوام توضیح بدم این تیغه کمکیش چجوری سوار میشه روی این مینیاتوری و کاربردش چیه. خدمت کنم این هم بی متال هاست که با هم مرور میکنیم. بعد خدمت کنم اینم مال بی متال تلمکانیکه. اینا استاب ریست و استارت های ما هست که با هم کار خواهیم کرد. مثلا میگم تیغه کمکیه که رو کنتاکتور سوار میشه. حالا با هم کار میکنیم، مرور میکنیم با هم. ولی امروز این جلسه فقط میخوام در مورد کنتاکتور صحبت کنم. حالا این اعداد چیه و به چه کاری میاد مقدماتی صحبت کنیم تا سری بعد. حالا فیلمی که بعداً میگیرم شروع میکنم به سیمکشی کنتاکتور، از سیمکشی اولیه تا بی متال نصب کنیم و کمکی بزنیم و میریم همینجوری جلو. این L1 L2 L3 نگاه کنید اینجا زده. حالا با بغل دستش هم عدد 1 پایینش 2 بالاش 3 پایینش 4 5 6 اینا L1 L2 3 ورودی سه فاز ماست. حالا این 2 4 6 خروجی سه فاز ما. حالا خروجی سه فاز ما میتونه به موتور بدیم، میتونیم یا وسیله دیگر راه اندازی کنیم. این 13 و 14 تیغه کمکی ماست. این A1 و A2 پاور ماست، این منبع تغذیه این کنتاکتور ماست. اگر اینجا هم دقت کنید زده 230 ولت، خدمت رو عرض کنم 50 60 هرتز 60 هرتز. اگر ما یه 220 ولت به A1 داشت بدیم این میاد داخل مدار. خب حالا ما یه موتور مثلا 4 کیلووات داریم، میخوایم بدونیم این کنتاکتور مناسب اون هست نه. 4 کیلو اولش 9 آمپر اینا مصرفشه. این کنتاکتور مناسب این موتور 4 کیلووات اون هست نه. میایم آقا کنتاکتورمون رو نگاه میکنیم. اینجا نگاه کن مشخصاتی که زده نگاه کنید. الان 230 ولت زده، 230 زده، 400 زده، 690 زده. اینا به چه کار میاد؟ ولتاژ. دقت کن اینجا ولتاژ زده. 230 ولت معمولا برق ژاپن 230 ولت، 400 برق ما، 690 آمریکا و کشورهای دیگه ازش استفاده میکنن. حالا ردیف دومش قشنگ نگاه کنید کیلووات زده. اولی که گفتیم که 230 ولت سه فازه، کلا این سه فاز رو دارم میگم. 230 ولتی که ما 230 ولت سه فاز نداریم، 690 ولت هم نداریم سه فاز. بعض این وسطی به کار میاد یعنی 400 ولت. 400 ولت اینجا نگاه کنید 4 کیلووات زده. حالا میخوایم آمپرش نگاه کنیم ببینیم چند آمپر. ما حالا اون وسیله هم مثلا 5 آمپر 6 آمپر میایم آمپرش نگاه میکنیم ببینیم مناسب هست یا نه. الان نگاه کنید این آمپری که این وسط دقت کنید، این آمپری که داره نشون میده حدودش 9 ولته. پس این مناسب کار ماست. ما کنتاکتورمون بخوایم مشخص کنیم بکنیم 9 ولت کیلووات آمپر مشخص کنیم این کنتاکتور مناسب کار ما هست یا نه. میایم از این مشخصات نگاه میکنیم و پیدا میکنیم. بعد خدمت رو عرض کنم یه همچین کاری انجام میدیم. یه لحظه اینم تیغه کمکی ما که روی این کنتاکتورمون سوار میشه به این صورت. یه خالی داره داخل این شیره قرار میگیره استفاده میشه. حالا این نورمالی اوپنش، نورمال کلوزش برشه. نورمال اوپن در حالت عادی این تیغه بازه، نورمال کلوزش هر جا دیدید در حالت عادی بسته است. نورمالی اوپن این ورودی، اینم خروجی. تیغای
بوبین ما. اینم که بیمتال ماست، اینم که بعدم توضیح میدم. اینم کسی های استاپ و استارت ماست که فیلم های بعدی حالا از نحوه کار کردنشون دونه دونه فیلم میگیرم میذارم. سیم کشی خود کنتاکتورمون، اینم یه نمونه کنتاکتور تلمکانیکه، هیچ فرقی با این زیمنس نمیکنه، کاریاییش یکیه. حالا این 4 کیلووات بود. حالا میایم مشخصات اینم نگاه کنیم. اینجا ولتاژ ما 220 گفتیم به کارمون نمیاد، 660 ولت هم که به کار ما نمیاد. این 380 تا 480 ولت 7.5 کیلووات. دقت کنید اینجا 7.5 کیلووات مشخص کرده. هیچ فرقی از لحاظ کارایی با هم نداره، فقط ظاهرشون شاید فرق کنه. این 1314 هم که گفتم تیغای کمکیشه، موقع راه اندازی هم با هم کار میکنیم، اینجا بهتر میتونید متوجه بشید. کلا حالا با هم کار میکنیم، به مرور زمان سیم کشی انجام بدیم، یواش یواش همه اینا رو میتونید یاد بگیرید. دوستان میگم بعضی حالا همه کانکتور یا بعضیشون مثلا میبینی اینجا زده نورمال اوپن. نورمال اوپن یعنی چی؟ یعنی این در حالت عادی تا وقتی برق ندیم این باز تیغش، یعنی هیچ برق ازش عبور نمیده. به وقتی که برق بدیم این بسته میشه. نورمال اوپن این کانتاکتور اعلایی که همش نمیشه در حالت عادیه. این نورمال اوپنی که زده در حالت عادی یعنی باز. حالا بیمتال تیغه کمکیشو نگاه کنید اینجا. نورمال اوپن یعنی در حالت عادی باز. نورمال کلوز، وقتی نورمال کلوز میبینید یعنی در حالت عادی بسته است. یعنی شما اگر از این ور برق بدید بدونید که حالا این توسط خود کنتاکتور کشیده بشه بسته است، یعنی راحت اگه آمپرمتر هم بزنید از اینجا راحت میتونید جریان عبور کنه. ولی این نه، نورمال اوپنه، در حالت عادی بسته است. یا اینجا نورمال کلوز زده، نگاه کنید در حالت عادی بسته. بعد نورمال اوپن در حالت عادی باز، نورمال کلوز در حالت عادی بسته. اینا تیغای کمکی. تیغای کمکی هم حالا کاربردهای مختلفی داره. حالا میخوای بعضی موقع آلارمی وصل کنی، بعضی موقع میخوای حالا لامپ‌های سیگنالی وصل کنی، روشن شدن و خاموش شدنش رو بفهمی. کاربردهای زیادی داره. به مرور زمان که بریم جلو اینا هم توضیح میدم. حالا کارش میشه این تیغای کمکی هستن، چرا باید تیغ کمکی داشته باشیم خدمت عرض کنم. اینا هم که حالا خدمت عرض کردم، اینم یه مدل استاپ و استارت رو همیشه با رنگ سبز و یا مشکی یا استاپ رو با رنگ قرمز همیشه مشخص میکنن. ریست هم همیشه رنگ زرد استفاده میکنن برای ریست تابلو. حالا اگه پشتش هم به نگاه کنید، نکن این الان رنگ سبز دیگه. حالا ما به عنوان استارت میخوایم استفاده کنیم، حواستون باشه استارت ما از نورمال اوپنش استفاده کنیم. استارت همیشه بازه و همیشه بازه، نورمال اوپن. بعد این وقتی خواستیم از استاپ استفاده کنیم همیشه یادتون باشه نورمال چی کلوز، یعنی در حالت عادی بسته، یعنی برق از این عبور کنه. حالا